الحمد لله الذي وفقنا بالهداية وبالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدا، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى و بتوفیقش این حلقه دومی ما از آموزش کلمه لا اله الا الله است. در حلقه اول به شما مکانت لا اله الا الله، اهمیت و درجه اش بیان گشت و در این حلقه فضیلت لا اله الا الله، نیست معبود بر حق بجز الله، بیان خواهد گشت. در حقیقت وقتی که این کلمه مقصد حیات ما باشد، وقتی که این کلمه سبب نازل شدن تمام رسولان و کتاب ها گردد باشد، و وقتی که این کلمه نجات ما باشد، پس این کلمه لا اله الا الله فضیلت زیاد دارد، فضیلت بزرگ دارد. در حقیقت وقتی که فضیلت لا اله الا الله هر یک اش ذکر کرده می شود، شاید روزها و هفته ها بگذرد، شاید این سخن کتاب ها گردد، اما ما مختصرا فضیلت لا اله الا الله را به شما ذکر می نماییم و به هر یک فضیلتی که ذکر می کنیم حدیث از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان می کنیم تا که شما بفهمید و بدانید که لا اله الا الله از فضل بزرگ برخوردار است. لا اله الا الله اولین فضیلتش این است که بهترین ذکر است و بهترین دعاست. چونه که در حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که ابن حبان و حاکم روایت میکنند و حدیث صحیح است از ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. موسی ندا میکند و میگوید ای رب من، به من یک چیزی را تعلیم بده که تو را با همان دعا بکنم و یادت بکنم و ذکر نمایم. الله به موسی گفت ای موسی بگو لا اله الا الله، بگو نیست معبود بر حق بجز الله. موسی تعجب کردند و گفتند تمام بندگانت این را میگویند. الله گفت ای موسی اگر آسمان‌های هفتگانه و آن چیزی که در بین اینها هست به یک طرف گذاشته شود، غیر از من یعنی غیر از الله، تمام آسمان‌ها بجز الله سبحانه و تعالی، چرا که الله در بالای آسمان هاست و تمام زمین‌های هفت قبته اینچنین با همراهی آسمان به یک طرفی ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در پله دیگر طرفی ترازو گذاشته شود، لا اله الا الله غلبه خواهد شد، غلبه خواهد کرد، وزنینی خواهد کرد.
لا اله الا الله ترازو را زیر می کند و وزنین می آید و غالب می گردد. برای همین است که علما میگویند لا اله الا الله بهترین ذکر است و بهترین دعاست، چگونه که حدیث عبدالله ابن عمرو مرفوع است و دلالت به همین بهترین دعا بودن میکند. ظاهری حدیث همین است که پیامبر میگویند خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است. و بهترین دعایی که من گفتم و پیش از من تمام نبیان و رسولان گفتند این لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر است. نیست معبودی بر حق بجز الله، یگانه است شریک ندارد، تمام ملک از آن اوست و تمام حمد و ستایش و شکر و ثنا از آن اوست و او الله سبحانه و تعالی به تمام چیز قادر است. رواه احمد و ترمذی. امام احمد در مسندشان و ترمذی در سننش روایت میکنه. حدیثی است. و البته فضیلت لا اله الا الله پوشیده نیست. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که بعد از نمازش لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر را 10 مراتب بگوید، گویا که 4 نفس را 4 نفر را از فرزند اسماعیل 4 غلام را از فرزند اسماعیل آزاد کرده است. سبحان الله. گویا که 4 فرزند پیامبر را که در حالت غلامی بود خریده است و آزاد کرده است. رسول الله میگن بهترین عمل این آزاد کردن غلام است. پس 10 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بگویید، گویا که شما 4 غلام آزاد کردید. و این روایت در صحیح مسلم آمده است. بارک الله فیکم. و حدیث از عمرو بن میمون است. و این چونین هر کسی که لا اله الا الله را، یعنی لا اله الا الله لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر را در پگاه روزی 10 مراتبه میگوید یا که 100 مراتبه میگوید، این بهترین و افضلترین انسان است. چگونه که در حدیث ابی هریره رضی الله عنه اومده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بگوید، در یک روز 100 مرتبه بگوید، گویا که 10 غلام را آزاد کرده است و به همین انسان 100 ثواب نوشته می شود. و محیت عنه 100 شیء خطیئات، 10 خطاگیش 10 گناهش نابود و محو کرده می شود. و به سبب همین گفتگیش که 100 بار گفت ذکر لا اله الا الله، از شیطان امین میماند. همان روز از شیطان امین است. الله اکبر، سبحان الله. و از این دیده دیگر انسان بهترینی نیست. از همه بهترین انسان همین انسان است، مگرم دیگر انسان همان وقت از این بهتر می شود که از 100 بار زیادتر این ذکر را بکند. البته این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند. پس هر کسی که این حدیث را، یعنی لا اله الا الله را، این ذکر را 200 بار بگوید، 100 بار پگاهی و 100 بار بیگاهی بگوید، این بهترین انسان همان روز است. بارک الله فیکم. و این چنین در حدیث دیگر آمده است که هر کسی که 3 بار این لا اله الا الله را بگوید به سنت رسول الله عمل کرده است و اجر بزرگی را نائل می‌گردد. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز 3 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بید الخیر میگفتند. و بعد از این اللهم لا مانع لما اعطیت را میگفتند، که البته این در بخاری و مسلم روایت شده است. و همه این بیان میکند که لا اله الا الله این بهترین ذکر است و بعد از هر یک نماز گفتنش ثواب دارد، اجر دارد. بعد از نماز در تمام حالتها
در صبح در شامگاه بهترین ذکر و بهترین دعا انا من دعا هست. و کسی که به حج می رود در روز حج، اساس حج که این عرفه هست، الحج و عرفه، پیامبر میگن بهترین دعا چه خیلی که حدیثی عبدالله را ذکر کردیم، انا من حدیثی عمرو بن شیبه نبی ان جد یعنی نبی صلی الله علیه و را ذکر کردیم، این دعای لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر میکرد. و در حدیث صحیح که ابن ماجه روایت میکنند هر کسی که به درون بازار درآید و این دعا را بگوید، البته الله سبحانه و تعالی به این بنده هزارها نیکی می نویسد و هزارها گناهش را محو می کند و در جنت به این بنده یک بیت یعنی یک خانه را بنا می کند. به بازار درآید، هنگامی که به داخل بازار شدید این کلمه را بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. سبحان الله، هزارها ثواب، هزارها گناه می رود و در جنت به شما خانه بنا میکرد. ابن ماجه و ترمذی روایت میکرد. هر کسی که در حالت مرگش بگوید پیش از وفاتش البته داخل جنت میگردد. پس بهترین ذکر و بهترین دعا این دعای لا اله الا الله هست. الله اکبر. و فضیلت دیگری لا اله الا الله که فضیلت دومش هست، این لا اله الا الله بهترین نیکی است و بهترین حسنه است. خیلی که ابوذر به رسول الله میگن ای رسول الله به من یک عملی را بگویید که به همین عمل به جنت نزدیک شوم و از دوزخ دور گردم. رسول الله صلی الله علیه و آله میگویند که بعد از گناه عملی صالح را انجام ده، حسنه انجام بده. ابوذر میگن که آیا لا اله الا الله حسنه هست؟ یعنی لا اله الا الله گفته میتوانم؟ پیامبر گفتند که لا اله الا الله هي احسن الحسنات، بهترین حسنات ها، بهترین عمل ها لا اله الا الله است. گناه را نابود میکند، خطاگی شما را نابود میکند. بارک الله فیکم. در سنن ابن ماجه از ام هانی روایت شده است که میگویند لا اله الا الله را کسی که میگوید تمام گناهش نیست میشد. لا اله الا الله بعد از خودش گناه را نابود میکند. پس بهترین ذکر لا اله الا الله و بهترین عمل لا اله الا الله و سوم بهترین دعا لا اله الا الله است. لا اله الا الله از آسمان ها و زمین وزنین تر است. خیلی که از حدیث عبدالله ابن عمرو با سند صحیح روایت شده است از رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نوحا، یا که حدیثی که ما به شما ذکر کردیم، ان السماوات فان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت في كفه وضعت لا اله الا الله في كفه رجحت بین لا اله الا الله. اگر آسمان ها و زمین با 7 طبقه هایش به یک طرف ترازو و به طرف دیگر لا اله الا الله گذاشته شود، لا اله الا الله وزنینی می کند. پس این کلمه کوتاه لا اله الا الله وزنین ترین عملی ثواب است. الله اکبر. ولا گفتن لا اله الا الله افضل ترین عمل هاست و چقدر که انسان زیاد میکند بهترین انسان همون انسان است و برابر به چی آزاد کردن غلامان است و از شیطان شما را ایمن نگه می‌دارد. خیلی که حدیث در متفق علیه آمده است از ابی هریره رضی الله عنه که به شما بیان کردیم، هر کسی که لا اله الا الله وحده لا شریک له را تا آخرش میگوید گویا که 10 غلام را آزاد کرده است، 100 ثواب گرفته است، 100 گناهش بخشیده شده است و از شیطان ایمن میماند. بارک الله فیکم. کلمه لا اله الا الله این کلمه نجات از نار و دوزخ است. گرچنده که لا اله الا الله گوینده به دوزخ درآید هم، اما در آخر لا اله الا الله صاحبش را نجات میدهد و به سبب لا اله الا الله الله بندگان را باز به جنت میبرد. چگونه که حدیثی معروف در این مسئله آمده است که در
صحیحین بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند، الله سبحانه و تعالی میگوید، حدیث قدسی است، در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است، یقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، قسم بعزتم وقسم بجلالم وقسم بكبريائم وقسم بعظمتم. الله اکبر، سبحان الله. الله به همه این صفاتهاش قسم میخورد که میگوید لأخرجن منها من قال لا اله الا الله، حتما از آتش دوزخ گویندگان لا اله الا الله را بیرون می نمایم، بیرون می کنم. و امام طبرانی از انس رضی الله عنه روایت میکنند که رسول الله میگویند وقتی که لا اله الا الله، گویندگان لا اله الا الله به سبب گناهایشان به دوزخ می درآیند، یعنی امروز کسی هست، امروزها در دنیا کسهای را دیده می شود که لا اله الا الله میگن، نماز میخوانند، زکات میدهند، موحدند، اما گناه کبیره را انجام میدهند، فاسق هستند. به سبب این گناهشان وقتی که به دوزخ می درآیند، مشرکان در دوزخ به این موحدین اهل لا اله الا الله می گفتند ببینید لا اله الا الله شما را نجات نداد، به شما فایده نبخشید. در این حالت الله غضب می کرده است و اهل توحید را از دوزخ به جنت داخل می کرده است. این البته کلمه لا اله الا الله نجات ما هست. بارک الله فیکم. امام مسلم و امام بخاری در کتاب صحیحشان از انس رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز در راحله سواره بودند که همراهشان معاذ بود، معاذ ابن جبل. رسول الله به معاذ گفتند یا معاذ، ای معاذ. معاذ ابن جبل گفتند لبیک یا رسول الله و سعدیک، بله ای رسول الله بفرما. پیامبر گفتند ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله الا حرمه الله النار. هر آن بنده ای که شهادت می دهد که نیست معبودی بر حق بجز الله و هر آینه و البته محمد بنده الله و رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم، مگرم این که الله این بنده را به آتش دوزخ حرام میگرداند. یعنی گویندگان و شهادت دهندگان لا اله الا الله محمد رسول الله، برای اینها آتش دوزخ حرام است. معاذ میگن که یا رسول الله الا اخبر به الناس، آیا مردم را از این خبر شما داده خبر ندهم؟ پیامبر گفتند اذا یتکلوا، وقتی که تو خبر دادی میگن همه به این سخن تکیه میکنند و عمل را ترک میکنند، خبر ندهی گفتند. اما معاذ ابن جبل در حالت پیش از مرگشان وقتی که فهمیدند که مرگ به سراغشان آمده است، کسلی وزنین شدید شدند، این حدیث را از باب امانت سخن رسول الله رساندند، اما تا وقت مرگ نگفتند. اما سوال اینجاست که هر کسی که لا اله الا الله را میگوید اگر یگان عمل نکند هم آیا داخل جنت می شود یا نمی شود؟ یا این کلمه به این انسان فایده می بخشد یا نمی بخشد؟ البته این کلمه رکن دارد، شروط دارد. هر کسی که رکن کلمه را به جا نمی آورد یا که شرط های کلمه را به جا نمی آورد، این کلمه لا اله الا الله به این چنین انسان فایده نخواهد بخشید که در حلقه های آینده ذکر خواهیم کرد. من کلمه لا اله الا الله درهای هشتگانه جنت را خواهد گشاد، چگونه که در حدیث عمر رضی الله عنه آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که بعد از وضو کردنش میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الثمانية من الجنة من أيهما شاء دخل. هر کسی که بعد از وضو گرفتنش، یعنی بعد از اینکه وضو را گرفته شدید، طهارت را گرفته شدید، این دعا را بکنید، 8 در جنت در روز قیامت بروی شما گشاده خواهد شد و به کدامش که خواهید داخل می‌گردید. و البته این حدیثی صحیح است که در امام بخاری و مسلم از عبادة بن صامت رضی الله عنه و اینچنین از ابی ذر رضی الله عنه معنایش ذکر شده است. کلمه لا اله الا الله فایده دیگرش این است که، البته فایده نهمین این کلمه این است که ثواب شما را زیاد می کند. چگونه که از ابی هریره و ابی سعید الخدری رضی الله عنهما روایت شده است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله گفتند: اذا قال العبد لا اله الا الله والله اکبر، یعنی هر وقتی که بنده لا اله الا الله میگوید و الله اکبر میگوید، الله این گفته شما را تصدیق میکند. و هر وقتی که لا اله الا الله والله اکبر بنده میگوید، الله میگوید که نیست معبود بجز من و من بزرگم. و هر وقتی که بنده میگوید که لا نیست معبود بر حق بجز الله، یگانه است، شریک ندارد، الله میگوید لا اله الا انا وحدی لا شریک لی، نیست معبودی بر حق بجز من و من یگانه‌ام و شریک ندارم. پس با این گونه ذکرهایی که شما میکنید، الله این ذکر شما را تکرار میکند، کلمه توحید شما گفته را تکرار میکند و سبب زیاد شدن ثواب و اجر شما خواهد شد که امام البانی این حدیث را حسن میگویند. بارک الله فیکم. و چگونه که حدیث دیگری آمده است که امام البانی حسن میکنند، هر کسی که به بازار میدراید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو الحي وهو على كل شيء قدير میگوید، یا حی لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير میگوید، هزارها نیکی پیدا میکند و هزارها گناهش نابود میگردد و درجهش بالا میگردد و الله سبحانه و تعالی در جنت یک خانه را به این بندش میسد. این حدیث دلالت میکند که لا اله الا الله گفتنش فضل زیادی دارد و ثواب زیادی را به انسان نائل میکند. بارک الله فیکم. و البته لا اله الا الله تنها همین کلمه سبب می شود که تمام گناه های بنده بخشیده گردد و این فضل دیگری لا اله الا الله است که علما میگویند فضل لا اله الا الله این وزنینیش در ترازوی روز قیامت. چگونه ای که امام ترمذی روایت میکنند و حسن میگویند و امام نسائی و حاکم روایت کرده اند و این حدیث صحیح است به شرط امام مسلم از عبدالله ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول يا رب لا يا رب. يعني در روز قیامت یک مردی را در نزد تمام خلائق ندا کرده دعوت کرده می شود و به همین بنده 99 سجل یعنی 99 ملف به نزدش آورده کشاده می شود که هر یک ملف چنان در درونش نوشتجات زیاد است که چشمتان تا جایی را که می بیند تا همون مسافه در درون ملف گناه نوشته شده است. دیله خیلی که به زبان روس میگن دیلا، ملف در درون هر یک ملف گناه شما نوشته شده است، چنان زیاد است که چشمتان تا جای را بیند تا همینجا نوشته شده است، یعنی دور و دراز است. و بعد از این الله این ملف ها را به بنده نشان میدهد و میگوید که ای بندم آیا یگان چیز را از این ملف ها انکار میکنی؟ بنده میگوید که نه ای ربم، برای آنکه علاج انکار کردن نیست، هر گناه
اثبات دارد، حجت دارد، علاجی ندارد که شما رد بکنید، چیزی واقعیت است. الله میگه که ای بندم الک عذر او حسنه، آیا تو یگان عذر داری، یگان کاری نیکی داری که از این گناه ها، از این 99 ملف که پر از گناه است نجات یابی؟ این بنده میترسد و میگه که نه ای الله، من نه عذر دارم نه نیکی دارم. الله میگه که بله ان لك عندنا حسنات، بله البته تو در نزد ما نیکی های زیاد داری و در امروز به تو ظلم کرده نمی شود. فیخرج له بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. به این بنده یک کارت برآورده میشد، کارت، بطاقه، کارت چارکنجه معده که امروز ما میبینیم این چنین کارت همین است، بطاقه برآورده میشود که در بالای این بطاقه نوشته شده است شهادت میدم که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادت میدم که هر آینه محمد بنده الله و رسول الله اند. همین چیز، دیگر چیزی ندارد. این مرد میگوید که یا ربی ما هذه البطاقه مع هذه السجلات، این بطاقه در نزد این 99 ملف چی چیز است؟ یعنی بطاقه معده است، کوچک است، این 99 ملف پر از گناه است. الله میگوید که به تو ظلم کرده نمی شود. به ترازوی حساب کتاب 99 دیله و 99 ملفی که پر از گناه است گذاشته می شود و به یک طرف این کلمه بطاقه لا اله الا الله که در بالش کلمه شهادتین نوشتهش گذاشته می شود که ثقلت لا اله الا الله، ثقلت بطاقه وزنینی می کند. الله اکبر. حدیثی صحیح است. و این حدیث دلالت می کند که در روز قیامت به سبب لا اله الا الله و محمد رسول الله انسان اگر در این دنیا رکنش را بجا آورده باشد، شرط ها را بجا آورده باشد، گرچنده که گناه بزرگ کرده باشد هم نجات می یابد. شرط موحد بودن است، رکن های لا اله الا الله و شرط هاش را بجا آوردن است. و این حدیث عبدالله ابن عمرو دلالت به بزرگی این کلمه و وزنین بودن این کلمه در ترازوی روز قیامت و بهترین عمل بودن این کلمه می کند. و البته حافظ ابن رجب حنبلی در یک رساله خود جمله از فضیلت لا اله الا الله را ذکر کرده اند. پس دانید که لا اله الا الله این کلمه اخلاص است و 8 جنت است. خیلی که علما میگن ان ثمن الجنه. و هر کسی که آخری سخنش از این دنیا کلمه لا اله الا الله باشد داخل جنت میگردد. این هم فضل لا اله الا الله است. لا اله الا الله شما را به جنت داخل میکند. لا اله الا الله شما را از آتش دوزخ نجات میدهد. لا اله الا الله سبب مغفرت گناهان، سبب بخشیده شوی گناهان خواهد شد. لا اله الا الله بهترین نیکی است. لا اله الا الله گناهان شما، خطاهای شما را نابود میکند. لا اله الا الله ایمان را نو میکند. یعنی هر باره که لا اله الا الله میگوید ایمان شما نو میشود، صیقل مییابد، قوی میگردد، زیاد میشود و قلب شما از ایمان جوش میزند. الله اکبر. ورقهای گناه شما را نابود میکند. و این کلمه لا اله الا الله کلمه است که الله گویندش را تصدیق میکند. چخیلی که حدیث رو به شما بیان کردیم. شما بگید که لا اله الا الله، بگید که الله شما را تصدیق میکند و میگه نیست معبود غیر از من. وقتی که گفتید که نیست معبود بر حق بجز الله و الله یگانه است، الله میگوید شما را تصدیق میکند نیست معبود بر حق بجز من و من یگانه ام. الله اکبر. و انا من لا اله الا الله بهترین کلمه که
تمام پیامبران گفتند و بهترین ذکر و بهترین عمل و هر کسی که این کلمه را بسیار میگوید برابر آزاد کردن غلامان است و گوینده این کلمه از شیطان امین است و کلمه لا اله الا الله امانت امینی از وحشت و ترسی قبر است. لا اله الا الله را بگویید، ذکر بکنید، بفهمید معنایش را، رکنش را، شروطش را عملا اجرا بکنید، از وحشت قبر، از دهشت قبر و از نینی قبر، سؤال قبر که منکر و نکر میکنند از فرشتگان امین خواهد شد. کلمه لا اله الا الله شعار مؤمنین است. وقتی که از قبرشون میخیزند در روز قیامت مؤمنان لا اله الا الله گویان میخیزند. این شعار مؤمنین است. و از فضیلت دیگری لا اله الا الله این است که هر کسی که لا اله الا الله را بعد از وضو گرفتن میگوید به سبب همین ذکرش 8 در جنت بر رویش گشاده می شود. به کدام این در خواهد به جنت داخل می شود. 8 قبت بالا یکدیگر، یکم، دوم، 8 ایتاژ، ایتاژ یک، ایتاژ دو میگیم، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم بالا یکدیگر. از کدام این در خواهد به جنت داخل می شود. و این چنین از فضیلت این لا اله الا الله این است که اگر گوینده لا اله الا الله ایمان آورنده اش به سبب کمبودیش و تقصیرش به دوزخ داخل شود، لا اله الا الله سبب می شود که این بنده باز به جنت درآید و از دوزخ بیرون گردد. و همه این فضیلت هایی که ذکر کردیم این عنوان های هستند که حافظ ابن رجب در رساله شون این را ذکر کردند. رساله شون که کلمت الاخلاص است. نام رساله شون کلمت الاخلاص. حافظ ابن رجب حنبلی همه این فضیلت ها و همه این گفته ها را ذکر کرده اند و در زیرش حدیث های را آوردند. من شما بارک الله فیکم از همین حدیث ها با خبر گشتیم و حدیث ها به شما بیان گشت. پس این فضیلت لا اله الا الله بود. وقتهای خالگی خود را، وقتهای بهترین خود را با گفتنی وردی ذکری لا اله الا الله بگذارانید. و لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بگویید. یا که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدیر بگویید. پگاهی بیگاهی، بعد از نماز، وقتهای خالگی، در همه حالت بعد از وضو ان شاء الله سبحانه و تعالی نجات خواهد یافت. با همین حلقه دوم ما به خاتمه می رسد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.